مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه میگه که منم داشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز میخوایم راجع به بهرنگ عربی و یه سری ویدیوهایی که این روزها تو فضای مجازی منتشر کرده برای شما افشاگری بکنیم که نگرانی و استرس رو تو این وضعیت گرونی و بالا رفتن قیمت یورو و دلار به عنوان یک سلبریتی، نه یک سلبریتی، تو فضای جامعه تزریق کرد. و یعنی من دایرکتمو که باز میکنم همین آقا ماجرای این بهرنگ علوی چیه، ماجرای عروسک چیه. اگه نمیدونید ماجرا چیه الان برای شما توضیح میدم. شاید اصلا کلا یه ندونن که اصلا ماجرا چی بوده، اما این آدم با عنوان یک سلبریتی، این تصویرش هم این گوشه میبینید، با یه سری تصاویری که توی شبکه اجتماعی خودش، توی اینستاگرام خودش و یک سری استوریایی که منتشر کرد، موج نگرانی و ترس رو برای یک جامعه زود باور داخل ایران ایجاد کرد که البته تمام این موضوعات شروری بیش نبوده و این آدم به نظر من یک سلبریتی به درد نخوره حوله که از زمانی که تو کلاب هاوس بود به هرچی دختر بود اونجا پیام میداد و نمیدونم هرچی رفیق خانوم ما اونجا داشتیم به عنوان واقعا رفیق رفت توی دایرکتشون و خلاصه حال و هول اشغال، تا این سریال مزخرفی که الان اومدن درست کردن به اسم عزازیل، همچین چیزی که اومدن یه ترس و نگرانی توی جامعه ایجاد کردن برای اینکه تبلیغ یه سریال رو بکنن. به نظر من اگر من جای نهادهای تصمیم گیرنده، جای نهادهای نظارتی اون سیستم بودم، قطعاً اون سریال رو توقیف میکردم و قطعاً این سلبریتی رو یا سلبریتی رو برای سالیان سال ممنوع الکار و ممنوع الفعالیت میکردم. البته من کلاً مخالف ممنوع الکاری و ممنوع الفعالیتی، اما یه عده لیاقت و جایگاه اون چیزی که مردم بهش دادن رو ندارن. ببین آقا تصویر رو ببین، آقا چه ویدیوی ترسناکی رو برداشته توی فضای مجازی منتشر کرد. اصلا البته صدا تصویر با هم سینک نیست، ولی خب دیگه حالا ببینید. سلام خدمت همه دوستان، رفقا، همه عزیزانی که از دیشب تا به امروز به من لطف داشتن، با تماساشون، با پیامشون نگران شدن و خواستن به یه نحوی کمک کنن. دست تک تکشون رو میبوسم، خیلی ازتون ممنونم. ماجرا این بودی که اومد یه دونه عروسک تصویرشو پخش کرد، گفت آره نمیدونم یه عروسک گذاشتن پشت شیشه ماشین من، طلسم کردن، جادو کردن، منو طلسم کردن. مردم ایرانم که زود باور قربونشون برم. همه اومدن چی شده، چه اتفاق افتاد آقا اصلا یه وضعی. بعد این ویدیو رو پخش به هر حال ما راه افتادیم اومدیم و الانم کلاردش هستیم. ماجرا دیگه این بود که توی اون عروسکی که گذاشته بودن گفته بودن که یه دونه آدرسه، بعد بهش گفته بودن که باید بیای تو این آدرس وگرنه طلسم میشه. اینم گفته آره ما راه افتادیم رفتیم اونجا، میخوایم بریم ببینیم چه اتفاق افتاده، چی شده. آی مردم تن و بدنم میلرزه. آقا استوریو گذاشت فن پیجای گوزوتر از خودشم اومدن گفتن که آره ما از بهرنگ علوی خبر نداریم. بعد از این استوری نصفه شده، نیمه شده، خبری ازش نیست، کشتنش فلان شده بیسان شده. اصلا یه موجی رو انداختن تو فضای مجازی که بعدش من اومدم یه استوری گذاشتم گفتم آقا این آدم به درد نخوره، این سلبریتی اصلا اومده این کارو برای حاشیه کرده. بعد شروع کردن یه عده آدم عاقلی که خودشون ادعاشون فلان خراب پاره میکنه گفتن که نه ما میدونیم بهرنگ علوی الان نگران تو چیه شروور میگی، تو دروغ میگی از این شروور. یعنی اومدن از این به درد نخوره حول طرفداری کردن. معلومه وضعیت اون مملکت چیه آقا، اصلا مشت نمونه خرواره. اینا میذارم پایین دست اصلا خوب جوش گفت یه 10 دقیقه دیگه قهوه بخورم. تنها هم نیومدم، با یکی از دوستای خوبم سالار عزیز. سلام اومدم و مثلا نگران نشون میدم. خب آره واقعا رسیدیم و الان طبق من فکر میکنم دیگه تقریبا نزدیک یه رو 20 دقیقه دیگه رسیدیم اینجا لایو بگیریم. لایو من میتونیم بگیریم، البته تیریجی الان ما شاید نتمون گوشی تو بزن یه چیزی میگیریم اینجا بالاخره یه چیزی باش. گوشی میدم تو بگیر. ما میرسیم اونجا و دیگه هر اتفاقی بیفته فیلمشو بعد نگاه کنید. حاجی سرما نزنم به مغز حرومی چون سوردی نزده تا الان تنها گرفته 100 میلیارد میزدم تنها میومد اینجا. فقط اون ببین من کی بودم حاجی،
چیه؟ دوربین بیده اون بر میبینی؟ یا خدا چی هست این؟ پنجره چرا این شکلیه میبینی؟ خونه است؟ شبیه خونه که درست من فوبیا اجسام بزرگ دارم، مگالوفوبیا دارم. اجسام بزرگ میترسی پس چجوری با من رفاقت میکنی؟ این وسط تو کجا میری؟ بریم تو دیگه. کجا؟ تا اینجا اومدیم تو کجا؟ بریم تو دیگه. داداش من گو بخورم بیام این تو. بیا بریم تو لوسبازی در نیا، بیا بریم تو. تو چیه این من بیام برم؟ این چیه؟ این همون عروسکه هست که مثلا آمدن نشون دادن. ما انداختی اینو بهرنگ؟ بهرنگ دیدی اینا رو؟ یا خدا اینا چیه؟ بهرنگ دیدی اینا رو؟ بهرنگ 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 وقت این کارا سلام بهرنگ یا خدا بهرنگ بهرنگ کجایی؟ اینا رو پخش کرده بودن. کمک کمک یا خدا یا خدا. آقا این ویدیو پخش شد و مردم گفتن چی شده؟ بهرنگ چی شده؟ گرفتنش بردنش جای گرفت. بهتون میگم این سلبریتی به درد نخوره یعنی همین دیگه. تو این وضعیت بدبختی و گرونی و چیزهای مختلفی که توی جامعه هست این آدم به درد نخور اومده تبلیغ یه دونه سریال بوده که اینا انجام داده بودن. اسم سریال هم هست عزازیل. دوستان حسین فتحی که اونم از آدمای حشر و حولیه که اصلا نگم براتون، قبلا چتا و ویدیو کالش رو با دختر براشون پخش کردم، یه سرچی بکنید میبینید اصلا یه مش حشری آدم این تیپی توی فضای مجازی جمع شدن. یعنی این کثافتکاری ها و این دروغا رو اینا اومدن توی فضای مجازی مطرح کردن که ترس و نگرانی و استرس رو توی جامعه ایجاد بکنن برای اینکه تبلیغ یک سریال رو بکنن. و امثال این آدم ها کسایی هستن که ببین اصلا من نگاه میکنم این فضا رو اصلا اینا به نظر من باید جرم انگاری بشه تو فضای مجازی. یعنی باید برن بالا سر این افراد و اینا آدمایی هستن، سلبریتی آدمایی که مسئولیت اجتماعی دارن توی جامعه و آدمایی هستن که تریبون بزرگ دارن. بچهای کوچیک پیج اینا رو میبینن. البته من که میگم آقا بچه که نباید گوشی دستش باشه، اما خب به هر حال وقتی شما این کار رو انجام میدید خیر سرتون، شماها الگوی یک جامعه اید. البته خیر سرتون و وقتی که از جایگاه خودتون سوء استفاده میکنید و محتوای ساختگی میسازید یه حس ناامنی و یه حس ترس رو توی جامعه ایران تزریق میکنید. و به نظر شما آیا واقعا این سلبریتی ها چجوری میشه گفته شایسته این جایگاهی که الان دارن هستن؟ و مردم باید آگاه باشن که هر محتوایی که توی فضای مجازی میاد برن راجبش تحقیق بکنن. حالا خدا رو شکر ما یه تریبونی داریم که از این تریبونمون داریم برای آگاهی مردم استفاده میکنیم که این آدمایی که اینجوری رعب و وحشت و ترس و نمیدونم چیزهای مختلف رو توی جامعه ایجاد میکنن برای یک ابزار تبلیغاتی و تهدید مستقیم میکنن آرامش روانی یک جامعه رو، به نظر من باید دادستانی یا جای مختلف ورود بکنه. آیا دیده شدن و فروش محصولات به هر قیمتی مجازه؟ اینکه شما امنیت روانی جامعه رو به خطر بندازی با این سبک، به حال شما رو یک سلبریتی میدونن. من نمیدونم. انتشار محتوای واقعا گمراه کننده و مخرب به نظر من باعث میشه که شما شأن و شخصیت خودتون رو از دست بدید و بدونید که جایگاهتون کجاست. و مردم به نظر من باید هوشیار باشن که ببینن که به قول زمانسته میگن که آقا دنیا دست کیه.
و این سبک آدم ها به نظر من با چنین اقداماتی که اخلاقی نیست یه موجی از نگران رو توی جامعه ایجاد کردن. منم الان توی ویدیو میذارم ممکنه 100,000 نفر 200,000 نفر شما مردم لطف کنید ویدیو رو اشتراک بذارید 400,000 نفر 500,000 نفر ببینن، اما این استوری ها میلیون ها بار دیده میشه و میلیون ها نفر آدم در عین حال رعب و وحشت و ترس و جن و این چیزا میاد توی جونشون و قطعا باید با امثال این آدم ها برخورد بشه. یعنی به نظر من اگر مسئولینی که مجوز دارن میدن، اگر مسئولینی که تو اون مملکت هستن اقدامی نکنن در این خصوص، باید به این شعور و شخصیت و جایگاهشون شک کرد. نمیدونم، در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. حتما ویدیو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و دوستان خودتون رو آگاه کنید و ممنون که تا این لحظه با ما همراه